که امروز میخوانیم اول نمره شد. ما 12 سال درس خوندم آخر امسال نخوندم شدم. چیزی خوبیات اینطور من نصیحت میکردم که درس بخونم چرس نزن خود بچه‌های بد اخلاق نشین راه نگرد تربیت سالم بیا پدر و مادر خود ببین که با چی زحمت با چی مشکلات با تو مدرس من دیگه چیز نمیخوام بشم. بعض بچه‌ها سر دای مکتب فرار میکنن بعضی از دستور سرونه و زورتر میشه از یک شاگردی هم مسابقه دیگه اونا که از مکتب فرار میکنن این نتیجه یک شاگرد ناکامی یک شاگرد بد اخلاق یک شاگرد بی‌انضباط یک شاگرد بی دیسیپلین یک شاگرد بی جانشین یک شاگردی که سال تمام ای به پشت درخت‌ها به پشت کنارابا به پشت مکتب به کوچه باندبازی چرسبازی قماربازی قومبازی نجات پرستی و این مسائل سازماندهی میکرد که من بارها از بین کیسه ازی قطعه سیگرت بیرون کردم از بین کیسه ازی قطعه ناسوار بیرون کردم و به مجالس چرس و چلیم اینا ارگیر کردم. یعنی این نتیجه که پارچه خودم پاره کرد به مقابل استادا هم بی‌انضباطی کرد به مقابل اداره مکتب هم بی‌انضباطی و بی‌دیسیپلینی کرد. آداب معاشرت انسانیت اخلاق یک جوان در نظر نگرفت مثل یک شاگرد درسخوان که شما امروز توتهای شرافت جوانای آینده‌ساز کشور هم میگه کامیاب شده کامیاب بیرون شده امروز موفق اینجا شیشتین سرفراز با چهره بشاش افتخار میکنه ولی او بدبخت از خجالت به خانه رفته نمیتونه از خجالت به کوچه و بازار را گشته نمیتونه که این نتیجه یک سال بی‌انضباطی و بی‌دیسیپلینی از این شاگردی بد اخلاق و بد رفتار. برو دیگه یا لباساتو من تا بچه وقت کده و کار ندارم برو دیگه من تا بچه با کار ندارم پول بده قلم بخر کتابچه بخر پیش سر معلم برو که بچه من کامیاب کو ایره غمیره آخرم تو همین تلویزیون برو دیگه بخیر ان شاء الله اگه اجازه شما باشه به دعای شما باشه ان شاء الله بخیر بریم زحمت بکشیم وقت خود ضایع بیهوده ضایع نسازیم تا میتونیم درس بخونیم کوشش کنیم که موفق پس بگردیم و ملت خود به خاک خود خدمت کنیم. خوب کاکا جان دیگه با اجازه شما دیگه ما دیگه بخیر زنده باشید دعا بکنید زنده باشید خوش آمدید بخیر بریم خب میرم بابا دعای شما باشه امرای ما ان شاء الله که فاکولته خیلی سخته دعا بکنه با ما میتونیم بشیم درس بخون زحمت بکش وقت خود بیهوده ضایع نساز خود درس نخونی زحمت نکشی علم نمی‌آموزی اینجا به درد نمیخوره بی سوال ما میتونیم زحمت بکش وقت خود ضایع نساز باقی دعا بکنه
بابات راست میگه رامی جان. باید ما و تو که میریم مصرف میکنیم، باید یک روزی بیایم خیر ما به این مردم، به این جامعه اینجا بخوره. باید ما و تو کوشش زیادی بکنیم در راستای درس و تعلیم. ما دیگه میرم خود درس بخونیم، میرم زحمت خود زیاد میکشم، حال که رفتم تو بخیر اتاق لوکس هم میگیریم، درس میخوره که تا صبح خیر ما به این مردم بخوره. بیا خود ما هیروین بزن، چرس هم نشه داره. بارو بابا دیگه هیروین نشه به کجا داره؟ تو تار چرس نکشیدی به هوا نرفتی، تو پرواز نکردی تانه. تو بیا هیروین بزن باز پروازم میفهمه. بیا هیروین بزن. این میگم پرواز نیه. من یک وقت چرس میکشیدم، عشقی میکشیدم، اما دیدم هیچ نشهی نداره، باز هیروین میکشم. خوب نشه داره نیه؟ هیروین نشه داره. چی شد وقت خیلی دانوانو بزنه. بارو بابا بیا هیروین بزن، هیروین هم کسبیه. چند بار به تو گفتم که نکش هیروین، آخر هیروینی میشی. خب شده دیگه. پدر و برادر و قومات خجالت میکشن که همیتو اولاد و قوم مثل تو برای چیزی داره. دیگ به دیگ میگه که روی سیاهه. چی ما دوتون چرس میکشین تا شامتون غرقه؟ بیا هیروین بزن که اولاد و دیگر قوم خیش فراموش کنی. چی داده؟ بیا هیروین بزن. چه نیشه داره ای؟ تو چه خود گرفتن نمیتونی تو کشیدی؟ آبرو ما رو پیش هم چنسی ببرده تو. بگی خود بابا. این نمیره تو زکو از تو خوردنم. اینا رو چی مرد زره؟ اینا رو خود گرفته نمیتونه. آخه هیروین بزن. چی میکنی اینجا؟ من بخاطر خیابه شدن آمدی تو. آخه دیگه بیا آبرو ما رو ببرده. بیا آبرو ما رو ببردیم پیش همه چنسی شما. بگه چرا همینه؟ این افریقا با مالا داره. اونجا افتاده، اینجا افتاده. آبرو به ما نماندیم راز. واخه
وقت تو کجایی بابا؟ تو چیکار میکنی تو؟ اگه همین رقم هیروئین میزنی دیگه نه یا خود من. ببین هیروئین غیرت ماه خب تو باید قوی باشی. غیرت ممونده. خود از این آدم نمیشه جای بره یک کار بگی. اینا مرد نیان، اینا اهل دود نیان، اینا خودتون گرفته نمیتونن. در این سرما سر ما داریم روز دل عیشو تماشا داریم روز دل عیشو تماشا داریم روز در این سرما سر ما داریم روز دل عیشو تماشا داریم روز دل عیشو تماشا داریم روز. عشرت بفردا مایفیا نوبت عشرت بفردا چو آسایش مهیا آسایش مهیا داریم روز در این سرما سر ما داریم روز دل عیشو تماشا داریم روز دل عیشو تماشا داریم روز. بگستر بر سر ما سایه خار بگستر